مقصد بعدی سنگربان تیم ملی زیر 23 ساله های افغانستان مشخص شد. در یک انتقال جالب توجه، حامد امیری دروازه‌بان تیم ملی زیر 23 ساله های افغانستان با پیوستن به باشگاه جوانان پیروزی کابل فصل جدید از دوران حرفه‌ای خود را آغاز کرد. او پیش از این تجربه بازی با تیم داودزای را در کارنامه داشته و یکی از استعدادهای درخشان در پست دروازه‌بان به شمار می‌رود. قابل یادآوری است که امیری تجربه قهرمانی در رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا با تیم ملی زیر 17 سال افغانستان را نیز داراست، ضمن اینکه این افتخار جایگاه او را در بین آینده‌داران فوتبال کشور تثبیت کرده است. حالا باشگاه پیروزی کابل با جذب این سنگربان جوان و با انگیزه در پی تقویت ساختار دفاعیش در فصل جدید لیگ قهرمانان افغانستان است. حالا به نظر شما آیا حامد امیری میتواند در آینده یکی از چهره‌های کلیدی این فصل باشد یا خیر؟ نظریات خود را در کامنت با ما شریک سازید.